سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 6 نوامبر همراه شما. در ولایت مغربی یمن صدها نفر از طبیبان، حامیان حقوق و مردم عادی با طلب رهایی شهروند تاجیکستان از دست آدمربایان تظاهرات کردند. راهپیمایی در مرکز مغرب صورت گرفت و تظاهرگران از حکومت خواستند گلرخسار رافی و طبیب 36 ساله تاجیک را هر چه زودتر پیدا کرده و آزاد کنند و آنهایی را که گلرخسار را بودند جزا بدهند. عبدالله احمد باکری رئیس ولایت مغرب در این تظاهرات گفته است تلاش‌ها برای آزاد کردن گلرخسار رافی و ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک او را رها کنند. گلرخسار رافی و را که با نام جولیا رابرتس در بین مردم مغرب شناخته شده است، افراد نامعلوم روز 28 اکتبر در راه به جای کارش را بودند. گفته می شود احتمالاً او را اعضای قبیله های عربی برای طبابت زن برده باشند و برمیگردانند. در مناطق قبایل نشین یمن به قانونی زیاد است و در گذشته نیز شهروندان خارجی از جمله یک طبیب دیگری تاجیک را ربودند و بعد از تقریباً 2 ماه آزاد کردند. مقامات حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت ختلان به خوانندگان یگانه واگن مکتب در ناحیه وعده دادند که در آینده نزدیک برایشان مکتبی نو می‌سازند. در این واگن‌ها در دهه راه لنین 480 خواننده تحصیل می‌کنند و از شرایط بد سیمخانه‌ها شکایت دارند. مسئولان مکتب به رادیو آزادی گفتند در زمستان سیمخانه‌هایشان مثل یخدان سرد است، در تیرما از بامشان باران می‌چکد، در تابستان به حدی طاقت فرسا می‌تصفند. حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی وعده داده است که در اینجا سالهای نزدیک مکتبی نو بنیاد می‌کنند. در شهر دوشنبه روز 6 نوامبر جشنواره بین المللی هنرهای مردمی با نام دیار حسن آغاز شد. این جشنواره که با تشبث سازمان 7 پیکر برگزار می شود 4 روز ادامه می کند و در آن هنرمندان و کاسبان از تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان شرکت دارند. هنرمندان از نالوگ آزاد، نالوگ نمیتیم. دمو دکان‌ها دادگی، دمو کی همینجا کار کنید. هنرتون هم برده مثلا مهمونا بنشون دید فروش گرفته همین قدر دمو یاردم کردیم ازبکستان. برگزار کنندگان جشنواره میگویند تاجیکستان به یک نمایشگاه مخصوص برای صنایع دستی احتیاج دارد. ما امروز نیاز داریم آثارخانه تنها هنرهای مردمی باشد در شهر دوشنبه با گوشه های خودش، بخش کلالی است، بخش زرگری است، بخش لباس است، بخش سوزنی هاست. در این جشنواره محصول دستی دهها کاسب و شرکت‌های خرد به نمایش و برای فروش گذاشته شدند. جشنواره دیار حسن بار 8 است که در تاجیکستان صورت می‌گیرد و برگزار کنندگانش میگویند هدف از این جشنواره حفظ و احیای هنرهای زیبای دستی کشورهای آسیای مرکزی است. و ویدیوی کامل این جشنواره با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.